در جمهوری تاجیکستان حفظ سلامتی اهالی یکی از سمت‌های افزایش‌یافته سیاست اجتماعی دولت به حساب می‌رود. قانونگذاری کشور حقوق و منفعت‌های شهروندان گرفتار بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری دیابت قند را حمایت می‌نماید. طبق مقررات کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان، رسانیدن کمک رایگان و کفالتناک طبی یکی از پرینسیپ‌های اساسی حمایت طبی و اجتماعی شهروندان مبتلای دیابت قند محسوب یافته. دولت به این گروه بیماران حقوق خدمت رسانی اجتماعی را کفالت می‌دهد. با مقصد کاهش دادن سطح گرفتاری این بیماری، سالهای قبلی برنامه ملی پیشگیری، تشخیص و معالجه دیابت قند در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده بود. در دایره تطبیق آن فراگیری بیماران، تامین آنها با انسولین، بر راه ماندن طبابت با صفت کودکان گرفتار دیابت قند، نظارت منتظم آنها از جانب دکتران اندوکرینولوژ یعنی غدودشناس و گذراندن عملیات‌های جراحی ضروری بهتر بر راه مانده شد. طبق اطلاع متخصصان مرکز طبی شهر خوروغ، تنها در سال 2026 به طور امبولاتوری 15 نفر با تشخیص دیابت قند نوع دوم باری اول به قید گرفته شدند. بیماری دیابت قند بیماری است که در نتیجه از معیار زیاد شدن سطح قند در خون به وجود می آید. این در آن حالت رخ می دهد که ارگانیسم انسولین را به طور کافی استحصال نمی کند یا آن را ثمرناک استفاده برده نمی تواند. دو نمود اساسی بیماری دیابت قند موجود است. این بیماری دیابت قند نوع یکم که در جوانان و کودکان مشاهده می شود و بیماری دیابت قند نوع دوم این اساساً در کلانسالان رخ می دهد. در مدت 5 ماه تعداد به قید گرفتن بیماری دیابت قند نوع دوم 15 بیمار را به قید گرفتم. بیمارانی که بستری بودند در 5 ماه 48 بیمار بستری بودند که در بیمارخانه طبابت استاціوناری گرفتند که در بین آنها 31 بیمار با بیماری دیابت قند نوع دوم طبابت گرفتند، 7 بیمار با بیماری دیابت قند نوع یکم و 3 بیمار بار اول که تشخیص شدند طبابت گرفتند. با گفته این طبیب، علامت‌های معمول بیماری تشنگی زیاد، خستگی، کمشوی وزن بدن، سست‌شوی قوه بینایی و دیر شفا یافتن زخم‌ها میباشند. با مقصد پیشگیری فربهی که یکی از عامل‌های اساسی گرفتارشوی به دیابت قند به حساب می‌رود، برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذای سالم در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده برای ترغیب طرز حیات سالم و پیشگیری بیماری‌های غیر سرایتی زمینه مساعد فراهم آورده است. عامل‌های اساسی پیداشوی بیماری دیابت قند این به نوع این بیماری فرق می‌کند. یعنی بیماری دیابت قند نوع یکم سبب‌های یکمش این ارثیات یعنی از نسل به نسل می‌گذرند. سبب دوم این ویرانشوی فعالیت سیستم مسمومیت که حجره‌های انسولین غدود زیر معده را نابود می‌کند و سبب سومش این بعضی سرایت‌های ویروسی می‌تواند ارزنده این روند باشند و بیماری دیابت قند نوع دوم باشد. سبب یکمش این وزن زیاد و فربهی، دوم این یعنی مشغول نبودن به فعالیت جسمانی، استعمال نمودن غذای ناسالم، زیاد استعمال نمودن شیرینی ها. متخصصان تاکید میکنند که بهترین راه پیشگیری بیماری رعایت طرز حیات سالم میباشد. از این رو به شهروندان توصیه داده می شود که از استعمال زیادی محصولات روانین و شیرینی ها خودداری نموده بیشتر به ورزش و پیاده‌گردی مشغول شوند. این عامل ها برای در سطح معتدل نگاه داشتن مقدار قند در خون مساعدت مینماید. عین زمان بیمارانی که در مرکز طبی شهر خوروغ طبابت میگیرند از مناسبت خوب و خدمت رسانی با صفت طبیبان اظهار قناعتمندی نموده به کارمندان ساحه تندرستی برای غمخوری و دستگیری ارزی سپاس مینمایند. بار اول در این بیمارستان شهر خوروغ من طبابت گرفته هستم. من اول به اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میرسم برای شرط و شرایط به حکومت ولایت میرسانم که به همین خیلی بیمارستان برای آدمان من ناحیه‌های دوردست تشکیل کردن و منتداری خود را بیان میکنم و از شرط و شرایطی که در این بیمارستان است بسیار شرط و شرایطی خوب دارد. از باد هوا، از رفتار دکتران که هر روزه سری وقت معالجه میکنن، طبابت میکنن، سری وقت ما را میبینن. من خورد و خوراک در اینجا 3 وقت است. همه وقت من مراجعت میکنم به بیماران که به همین بیمارستان شهر خوروغ آمده طبابت را گیرند. طبیبان بر آن نظرند که شخصان گرفتار دیابت قند باید توصیه‌های دکتر اندوکرینولوژ را قطعاً رعایت نموده طرز حیات سالم را پیش گیرند. تنها در این صورت میتوان جریان بیماری را زیر نظارت نگاه داشته از پیدایش عاقبت‌های ناگوار آن پیشگیری کرد.